سازمان ملل چهره خیرخواهانه به مردم معرفی کرده و ملت‌ها و دولت‌های اسلامی افتخار میکنن که عضو سازمان ملل باشن و امت از این موقف و از این شناخت دور ساختن و امت نمیشناسه که کلی از اینها را اگر جمع کنیم من حیث دشمن رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک کلمه میشه سازمان ملل متحد. اگر بخوای مرگ بگویی به یهود و نصارا، اگر بخوای مرگ بگویی به امریکا، مرگ به اشغالگرا، مرگ به غربی ها، مرگ به شوروی، مرگ به روسیه و مرگ به چین من حیث دشمنان و من حیث کفار، در مجموع کلی از یا جمع شده در یک کلمه که مرگ به سازمان ملل متحد. گفته شده که پشت پرده استعمار سیاسی سرزمین های اسلامی، استعمار سیاسی یعنی استعمار نظامی نه، استعمار جنگی و استعمار مسلحانه نه، استعمار سیاسی که مردم اغوا میکنه، در گرو خود میگیره، مردم خبر نداره که در اشغال و در استعمار یک پدیده قرار داره. مانع وحدت امت رسول الله صلی الله علیه و سلم. ما تشنه وحدت هستیم، شبانه روز وحدت امت میپالیم، شبانه روز دنبال قوت و عزت مسلمین میگردیم، شبانه روز میخواهیم که برادر اویغور ما در کنار ما باشه، برادر فلسطینی ما در کنار ما باشه، برادر و خواهر مسلمان برمایی ما در کنار ما باشه، از نان ما، از آب ما، از امکانات ما به او سرپناه داده شود که مظلوم قرار گرفته. شبانه روز به مسلمان حبشی که در افریقا نان برای خوردن نداره میخواهیم در کنار ما باشه و میخواهیم که امت رسول الله صلی الله علیه و سلم یک امت با عزت، یک امت با قدرت، یک امت واحد و یک امتی که نور را به دنیا حمل بکنه و کلام خدا را به دنیا حمل بکنه. مانع وحدت امت رسول الله صلی الله علیه و سلم اینمی خبیث است. دیوارای بین ستونای امت رسول الله صلی الله علیه و سلم مرزهایی است که سازمان ملل متحد از او حمایت میکنه و او را کشیده. این از سازمان ملل متحد که در جریان 77 سال سازمان ملل کدام یک از مشکلات مسلمان ها را برش رسیدگی کرد و حل کرد که حالی هم از سازمان ملل بخواهیم که به ما رسیدگی بکنن؟ مگم سازمان ملل متحد در حمله امریکا به افغانستان و اشغال افغانستان توسط امریکایی ها، آمدن بی 52 آمدن تیارات بی پیلوت در اینجا مادر بمب ها را استعمال کردن جواز نداد؟ امریکا با جواز سازمان ملل آمده بود، چون سازمان ملل دست راست امریکاست، دست راست غرب است. اینا دشمن ما هستند و ما دشمن اینا هستیم. ما علیه کفر و برنامه های کفری باید استاد شویم. اینا طاغوت هستند و این پدیده منفوری را که ملت های مسلمان و امت رسول الله صلی الله علیه و سلم تکه و پارچه کرده، این همی سازمان ملل متحد است. طاغوت امروز ما و دشمن امروز ما و کسی که در مقابل امروز در مقابل ما قرار داره، امور باید ما بشناسیم به شکل واقعی.